قرض به همه حالت به همه را میبرد آخه اونا بچه چه برادر شعبوزه که شو کنه کار نخونه ای بچه چی در کار خوندن آخه شعبوز مگره میخونم نه بگو السلام علیکم چه خیلی واجی رحمت شما چه خیلی الحمدلله سلامتی چه خیلی رحمت گفتیم خاطررسان کنیم همه подписчикای یوتیوب داکی در اینستاگرام کدام اینستاگرام میدرویا میدونم که در حدود روسیه با VPN یا بر VPN تو نگریم کنیم بدروین و ما برای شما تحفه آماده کردیم در اینستاگرام قاری صلاح و رالیک رپ هست ان شاء الله که روز نزدیک نام اینستاگرام ولیش میشه رالیک لپ الی رپ لالیک لپ خلاص دیگه بسیاری می نویسن که میگه بعد این کی بس میکنم میگه بیزور کردن همین بسیاری خطا فهمیدن من آخران پروژه آخران امو باطلا ان شاء الله 15 روز دیگه شما زنده و سلامت باشین بعد هوای من با میگم که همو جا در خدمت میگم گپای میگم که مثلا شما اجداد ندارین نسبتی رپ نسبتی موسیقی یعنی خدا خواسته باشه بسش میگینی اوه ان شاء الله بیزاتی یعنی بعد گفتی گپا ولنگ بعضی اور بسش کنی با ترک مینویسی میفروشی نه دیگه او چیزی بود گذاشته بود کن قاری دیگه نمیکنی نه یک دست میگم اما دیگه در کار نمیشه نه مگه کالور هردشونه 100% الله نیابان تو مشه بچه‌ها که خوبه کم کم یوش میکنه کات میکنه میشه چیز بگه همون تو میخره کم کم راست دقیقش دعا کنین ان شاء الله کل خوب میشه وستا یک بار نمیشه وجه دار کنی بابا خاتم باشینه که حتی پارتوی کارو بزه میشه ابو نه ان شاء الله کارا میشه کارخونه هم در پدستی کاگیم رفتگیم کو زور رحمت کلام ان شاء الله که باید خیر دقیقش دعا کنین ان شاء الله که توفیق جانبی الله ما هم چون برادر قش صحبت میکنیم نه جنگش میکنیم نه چی گفتی گپا همچنان که میوش هم باشه میگیم گفت گپا وقت سیاست هم میکنیم که دست روز بخواد دست شب نخ دیگه دیگه هم طریقه گوت شوره سیاست میکنیم اگر تا گفتی گپا با ما را گفتی گپا هم چون برادر وره بگیم رفتار میکنیم و توش تا توفیق جانبی الله خیلی که شعباز هم بود معروف هم بود مثال بگیریم شعباز مگره میخونم نه ویدیو که از کوکت از بس میکنم دیگه مثلا نمیخونم چون میگم نه که مثلا تکست ضبط که میگم قرض نگیری نه قرض به همه حالت به همه را میبرد آخه اونا بچه کشته دیدیم من قرضارم گرفته کشته خچه تو با کم خدا پس مرده گپ نزنیم اولش قرض به همه را میبرد قاری یعنی قرض من قشاقی را میارده مثلا سبحان الله مثلا مفلست میکنه بله اگه قرضی که دادش نتونی مثلا ما خیلی هستیم قرضو اگه باوری قدی قرض میگیریم مثلا که میتونیم زده همین ما همین خود میاریم ان شاء الله یعنی کوشش کنیم به حرام کرده الله نظرین تو اینکه با اون قرضایی که بگیم گفتی که با کلون پرسنت قدی که میروه یعنی با او راه که رفته الله موفق قدم میگردونه من ثابت نمیتونم که شعبازا که نخونه و رای خوب نیست این ما مثال گپ که ای حوزی اول رپتیسیا کردیم اول رپتیسیا نه اول درس گذاشتیم بعد خودمون اول یک رامکد میاریم بعد همون کارا میکنیم صد مردم قرات هم کنن صد چیزی نام بگه نه که شکر الله میکنم از اور که اول خدمت در رامکد رو وارسم چند قش نخوندید اوجه من نخوندنم یک دو ماه میشه ماشاءالله یعنی نخونی هم زندگی هم میگذره 100% گذشته خوره دو ماه گذشت در خود 20 سال دیگه عمر دارم ندارم خودم نگذره بله ان شاء الله ما نمیدونم که یعنی چقدر عمر میبینیم از همون خاطر یعنی توصیه میدیم برادر شعبوزه که شو کنه کار نخونه ای بچه چی در کار خوندن آخه دیگه بعدی که خونه خدارم میبینی بله هر کی انسان دور رایگه تشریف فریکاش یکو میگه مگرد سخوالی نودام نخواند خدا نودام نخوری خیلی توفیق جانبی الله خدا توفیق شد که خدا توفیق داده باشه دیگه تکرار نکنه یعنی رپ خب برادر عزیز اینا انشالله که در آینده قاری رمضان میشه و حجیره لگنه بدون اینستاگرام رو خبر بینید آباد باشه سلام علیکم